داد معشوقه با عاشق پیغام که کند مادر تو با من جنگ. هر کجا بیندم از دور کند چهره پر چین و جبین پر آژنگ. با نگاه غضب‌آلود زنند بر دل نازک من تیری خدنگ. از در خانه مرا طرد کند همچو سنگ از دهن قلم آسنگ. مادر سنگدل تا زنده است شهد در کام من و توست چرنگ. نشوم یک دل و یک رنگ تو را تا نسازی دل او از خون رنگ. گر تو خواهی به وصالم برسی باید این ساعت بی خوف و درنگ. روی و سینه تنگش بدری دل برون آری از آن سینه تنگ. گرم و خونین به منش بازاری تا بود زاینه قلبم زنگ. عاشق بی خرد و ناهنجار نه بلهان فاسق بی عصمت و ننگ. حرمت مادری از یاد ببر مست از باده و دیوانه ز بنگ. رفت و مادر را افکند به خاک سینه بدرید و دل آورد به چنگ. قصد سرمنزل معشوقه نمود دل مادر به کفش چون نارنگ. از قضا خورد دم در به زمین وندک رنجه شد او را نارنگ. وان دل گرم که جان داشت هنوز افتاد از کف آن بی فرهنگ. از زمین باز چو برخاست نمود پی برداشتن این آهنگ. دید که از آن دل آغشته به خون آید آهسته برون این آهنگ. آه دست پسرم یافت خراش وای پای پسرم خورد به سنگ. وای پای پسرم خورد به سنگ. آدمی را گر خدا آرد نخست آدمیت را کند مادر درست. مادری فرخنده شاگردی خداست استادی درگاه کبریاست. سلام همراهان عزیز، اینک مرکز خیرت تصمیم گرفته است که آزمونی را تحت عنوان اندر ثنای مادر بخشیده به روز گرامی داشت مادران عزیز برپا نماید. این آزمون در دو بخش عبارت است، بخش نظم و بخش نثر. شما در بخش نظم می توانید آن همه پارچه های شعرین، رباعی، قصیده، غزل و عموما پارچه های نظمی و در بخش نثر باشد قصه، حکایه و اندیشه‌ای که بخشیده به مادران هستند می توانید در نزد دوربین تلفن های خود ثبت نموده به نشان خیرتباد در تلگرام بفرستید. در این آزمون اعضای حکمان اشتراک می کنند و طرز شعرخوانی، مضمون و کامنت و لایک ها به نوبت گرفته می شوند. نفرانی که در این آزمون سزاوار جای اول می گردند سزاواری 500 سومون، جای دوم باشد 300 سومون و جای سوم سزاواری 200 سومونی می گردند. در مجموع 2 تا جای اول، 2 جای دوم و 2 تا جای سوم. به همین شما برار می خواهیم شتابید و در این آزمون اشتراک کنید.